جنگ جدید آریانا سعید با شبنم ثریا در امریکا. اما چرا آریانا سعید با شبنم ثریا درگیر شده است و رابطه هنری این دو هنرمند از هم پاشیده؟ اکنون آریانا سعید کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند مطرح، محبوب و ناماشنا در میان هنرمندان افغانستان و حتی در سطح فارسی زبانان جهان است. آریانا سعید بارها آهنگ‌های جدید برای علاقه‌مندانش نشر می‌کند که آهنگ‌های آریانا سعید بازدید چندین میلیونی در صفحات اجتماعی را از آن خود می‌کند. آریانا سعید یک ماه قبل با شبنم ثریا ملکه صدای تاجیکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان کنسرت مشترک را برگزار کرد و این دو هنرمند آهنگ‌های دوگانه‌ای هم اجرا کردند و صمیمیت دوستی بین این دو هنرمند از طرف مردم و علاقه‌مندانشان حمایت فراوان شد. آریانا سعید 2 روز قبل در شهر امریکا هم در کنسرت با حضور هنرمندان افغانی و تاجیکی اشتراک کرد و در این کنسرت هم با شبنم ثریا رابطه خوبی داشت، ولی نظر به گفته یکی از دوستان آریانا سعید در پایان این کنسرت آریانا سعید با شبنم ثریا درگیر لفظی شده است و رابطه هنری این دو هنرمند از هم پاشیده است، ولی تاکنون آریانا سعید و شبنم ثریا درباره جزئیات این درگیری در صفحات مجازی خود چیز بیان نکرده است. ولی آریانا سعید بعد از ختم آن برنامه هنری به طور عاجل به ترکیه سفر کرده است و هیچ تصاویر هم از خود در صفحات مجازی خود نشر نکرده است. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان آریانا سعید و شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.